یک سحر از نوع ماده. بیشک نیاکان او چندین قرن قبل با طوفان‌ها به اینجا آورده شدند. مانند بقیه سحرها آنها از دانه، شهد و حشرات تغذیه می کنند. اما در ولف غذای چندانی پیدا نمی شود و از آنجا که پرنده های نیرومندی نیستند که جزیره را ترک کنند، باید از هر منبع نامتعارفی غذا پیدا کنند. آنها به یکی دیگر از ساکنان جزیره وابسته هستند. کودنه نازکا. هر روز این پرندگان دریایی میان جزیره و محل ماهیگیریشان روی اقیانوس آزاد در رفت و آمد هستند. هر بار یک جفت به هم میرسند پیوندشون را نو کرده و بعد با همسایه ها چاق سلامتی میکنند. حالا وقت آن است که دست به کار شوند. خون